پس عاشق شدی؟ حالا این آدم خوشبخت کی هست؟ هیشکی. بگو کیه؟ نه جدا میگم دوست نشو بگو کی هیشکی. بگو میخوام بدونم که اصلا لیاقت دختر خاله ما و خانواده ما رو داری یا نه؟ دار از کجا مطمئنی؟ میشناسمش خوب. میشناسیش؟ چند وقت میشناسیش؟ از همیشه. پس 20 سالی هست دختر خاله ما داره زیرابی میره ما خبر نداریم. اصلا تو که عاشق شدی ما نفهمیدیم. زیرابی نمیرم. اونم عاشقته؟ نمیدونم فکر کنم. نمیدونم فکر کنم. حالا چی میدونی یا نه؟ نمیدونم. چرا ازش نمیپرسی؟ میترسم. چی میترسی؟ خودی معطلی واسه چی؟ علیفی که چی؟ ازش بپرس. خیلی خنگ باشه بهت بگه نه. نظر تو اینه؟ ولی خواست تو چشش نگاه کنه با عاشق یا نه. ازش بپرسم تو هم عاشقمی یا نه؟